به تو خدایا قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکر تو را از هزار نتوانم کرد. اظهار سپاس و مینه‌داری به پایان به اهل ریاست و دستندرکاران، سپس به همه شما برادران و خواهران ارجمند و حاضرین گرامی. تاکیدهایی که پیشوای ملت کردند همچون هوایی که ما نفس میکشیم مهم است و در سر تا سر عمر باید سرمشق کار و فعالیت ما و شما قرار داده شود، بخصوص در سمت تاکیدها در سمت دین. اگر تفکر ما سالم باشد، دینداری ما هم سالم است. اگر تفکر ما سالم نباشد، دینداری ما ناسالم است. همه چیز وابسته به تفکر انسان است. ما یعنی انسان 3 معده دارد. یک معده معمولی که شما میدونید به خوردن و نوشیدن نیاز دارد. جسمی که حرکت میکند معدهش معمولی است، این باید بخورد بیاشامد که جسم رو در حرکت درآورد. 2 معده دیگر با قیمت‌تر از این معده داریم، با ارزش‌تر. این 2 معده معنوی است. کسی اونا را اگر در تغذیه کوتاهی کرد، همچون انسان سالم عقل و کامل در روی زمین حرکت کردن نمی‌تواند. مثلا این 2 معده دیگه چی است؟ یکی عقل که غذاش نخوردنی با نوشانی میره با این شوکی است. غذای عقل علم است و معرفت است و دانش است. معده سوم این دل انسان است. دل نه خوراک میخورد، نه مینوشد، نه میخواند و نه مطالعه میکند. دل با احساس غذا میخورد. رحم است و شفقت است و مهر است و محبت است و عشق است. اگر کسی فقط جنبه خوراک را بگیرد، فقط به شکم اهمیت داد، از حیوان فرق نمیکنه. اگر کسی فقط جنبه شکم و عقل گرفت، این هم یک کمبودی در زندگیش دارد. اگر کسی جنبه دل و عقل بگیرد، این هم کمبودی دارد. پس یک سکنجه طلایی در زندگی ما و شما هست که هر یک انسان یک کنچه نداشته باشد در زندگی کامیاب و موفق نمیشه. این یکم اعتقاد سالم است. چرا مردم میگروند به چپ و راست؟ چون اعتقادشون سالم نیست. یکم اعتقاد سالم، دوم علم وافر، سوم عقل کامل. امی صاحب اعتقاد گفت که بخوان. یکم لفظی که از خدا بر روی زمین آمده است، بر روی زمین، این لفظ جنت نیست، جهنم نیست، پدر و مادر نیست، مقدسات نیست، لفظ بخوان، مطلق بخوان. هر چی که در دست می‌ریزن بخوان. مذهب می‌خوانی، غیر مذهب می‌خوانی، فلسفه و سیاست می‌خوانی، روانشناسی می‌خوانی، ساختمان می‌خوانی، خواننده باش، داننده باش، مطالعه کننده باش. کی را گفت بخوان؟ صاحب اعتقاد خطاب کرد. کی را گفت بخوان؟ عقل گفت بخوان. عقلی که خواننده نباشد، داننده نباشد، مطلق خواندن است. چی مادیات باشد، چی معنویات، چی جسم و جان باشد، چی روح و روان. در همه سمت انسان باید معلومات کامل داشته باشد. برای در همین زمینه مولانا بزرگ میگه که با عینک اوهام خود دیدم جهان را سر به سر. این درباره جهان شناسی گپ میزنه. با عینک اوهام خود دیدم جهان را سر به سر، پس این جهان بینی من هرگز نباشد معتبر. در عالم وابستگی انسان به لباس وابسته است، به همسر وابسته است، به خوراک و نوشابه وابسته است، به هر چی وابسته است. در عالم وابستگی دیدم هر آنچه دیدم. در عالم وارستگی دنیا بابت آوریدم. این عالم وارستگی عالم معنویات است، عالم ادب اخلاق است، عالم روحانیات است. انسان جسم روح است. پس این توازن باید رعایت کرده شود. اعتقاد باید سالم باشد، علم مکمل باید باشد و عقل در اساس علم که غذاش علم است، اون وقت میتواند عقل سالم باشد که انسان را هدایت کنه یا راهنمایی سازد. در خصوص اسلام یا دین یا مذهب پیشوای ملت تاکید کردن، مصیبت یا که مثلا پرابلم همه دینداران همین است که از قدیم تا امروز یک طرف دین را گرفتن، طرف اساسیش ترک کردن. یعنی دین شناسی را نادرست کردن. در کدام معنا؟ انسان 2 پای سالم دارد، در 2 پای سالمش متوازن، یعنی موازن شرایع میکنه را میگردد. اگر یک پا از پای دیگر میلیمتر فرق کند، حرکت توازن را گردی تغییر می‌کند. همین دین مبین اسلام 2 پای سالم دارد. یک پاش عبادت است، یک پاش مناسبت است، معامله است. یعنی تمام فرایض اسلام، صوم، صلات، حج و زکات، تمام تعلیمات اسلام برای اون فرض گردیدند که پای راست به قوت باشد، مناسبت و معامله خوب کرده باشد. به طور مثال ساده کرده بگیم، اگر یک آدم 100 سال طاعت عبادت و خیر احسان داشته باشه که همراه همسرش قاری باشد، از اسلام بوی نمیاد.
چون مناسبت نیست. نماز برای اون فرض است که آدم خوب باشی، ساده تر کرده بودیم. روزه برای اون فرض است که تو آدم خوب باشی. حج برای اون فرض است که آدم خوب باشی. زکات برای اون فرض است که تو خودستایی، ریا و کبر و غرور نداشته باشی، آدم خوب باشی، آدم دوست باشی. از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن که بهترین انسان کی است؟ گفت کسی که منفعتش به مردم بیشتر برسه. حدیث دیگر گفت کسی که از دست و زبان او دیگرها آسیب و ضرر نمیبینند، این بهترین مسلمان. پس این دلالت به چی میکند؟ به مناسبت. در همین شب روز ماه مقدس رمضان ما میشنیم شکایت از پدر و مادرها که روزدار است، تمام روز گرسنه و تشنه میگرد، جوان تمام روز گرسنه و تشنه میگردد، ولیکن پدر و مادر در حق از راضی نیستند یا قهری است. این همون جنبه های چپ اسلام را گرفت. یعنی عبادت، اگر عبادت در رفتار ما و شما، بهتر ساده تر بگیریم، هیچ وقت طاعت عبادت جای افتخار نیست. شما گید که حکم خدا را مراد کردید، برعکس هیچ وقت طاعت عبادت جای افتخار نیست. آثار طاعت عبادت جای افتخار است. اگر نمازخوانی که با زبان و رفتار باشد، این از دین بوی نبرده است. اگر روزداری که نظارت زبان نداشته باشد، انگیزه های خودش نظارت کنترل کردن نتواند، این از روزدار بوی نبرده است. این سخن من نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اکثر مردم هستند، بسیار مردمی که تمام روز گرسنه و تشنه میگردند، لیکن در وقت افطار از ثواب رمضان یک ثواب ندارند. چرا؟ بد زبان و بد رفتار. پس جنبه اسلام، اهمیت اسلام به پای راست است. مناسبت اگر خوب نباشد، با ساده تر کرده بید. نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله کسی میاد میگه یک زن را میشناسیم که تمام روزها روزدار است، تمام شبها شب زنده‌دار است با طاعت عبادت، این مسیرش چی میشه باشه؟ قبل از آن که پیامبر جواب میداد، کسی میگه ای رسول خدا چی جور فکر است؟ این جنتی است، تمام عمر روزدار، تمام روزا روزدار، تمام شبها شب زنده‌دار، دیگه چی جور فکر است؟ هنوز پیامبر بیان نکرده است. همین کسانی عرض کرده بودن، گفتن که ای رسول یک اندک کمبودی دارد. گفتن چی است؟ گفت گاه گاه از زبانش همسایه را میرنجاند. گفت هی فی النار، این جهنمی است. ببین طاعت عبادت 100% است، مناسبت که نیست، هیچ اسلام یکم فایده نمیده. انا همین روز درد ما، رنج ما و غم ما همین است که مفهوم ما، فهمش ما نسبت به اسلام خطاست.